اگه شما این روزا درباره هوش مصنوعی همچین حسی دارین که انگار شبیه یه قطاری میمونه که به سرعت راه افتاده و ما فقط داریم سعی میکنیم که بدویم و بهش برسیم و همش نگران اینیم که اگه بهش نرسیم یه وقت دیر نشه و ازش جا نمونیم، باید بهتون بگم که تنها نیستین. راستشو بخواین هنوزم دیر نیستش. اتفاقا الان زمان خیلی خوبیه برای یادگیریش. پس بیایم با هم شروع کنیم و از هوش مصنوعی محتوای خلاقانه بسازیم و قدم به قدم با هم بریم جلو و از این فرصت استفاده کنیم، چون هوش مصنوعی واقعا دیگه داره همه چیز رو زیر و رو میکنه و ما قطعا دیگه نمیخوایم بیشتر از این ازش جا بمونیم. خب حالا سوال اینه که امروز چه کسایی دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن؟ جوابش واضحه، تقریبا همه. دیگه فقط بحث متخصصای تکنولوژی و شرکت‌های بزرگ و غول‌پیکر نیستش. از استارتاپ‌های کوچیک گرفته تا فریلنسرها، هنرمندا یا حتی دانش آموزا، همه دارن راهی پیدا میکنن که از این قدرت بتونن استفاده کنن. یعنی هوش مصنوعی دیگه یه انتخاب یا آپشن دیگه نیست، دیگه شده ضرورت. حالا خیلی‌ها فکر میکنن و میترسن که هوش مصنوعی اومده که جای آدما رو بگیره، ولی اصلا بحث جایگزین شدن نیست، بحث ارتقاء. یعنی باید بدونین که هوش مصنوعی قرار نیست جای ما رو بگیره. اون آدمی که بلده چجوری ازش درست و خلاقانه استفاده بکنه ممکنه بیاد جای ما رو بگیره. پس کل ماجرا اینه که باید تلاشمون رو بکنیم که خودمون بشیم اون آدمه. مثلا تا همین دیروز ارزش کاری به تخصص بود، این که مثلا دکتر باشیم، مهندس باشیم، برنامه‌نویس باشیم. اما امروز یه مهارت کلیدی به همه اینا اضافه شده که اونم توانایی استفاده درست و حسابی از هوش مصنوعی. دیگه مهم نیستش که عنوان شغلی چی باشه، مهم اینه که چقدر خوب بلدیم از این ابزارها استفاده بکنیم. سلام، من شیرینم. منم دقیقاً مثل خیلی از شماها اول این راهم و تصمیم گرفتم هر چی که تو این مسیر یاد میگیرم با تمام چالش‌ها و اشتباهاتش رو خیلی شفاف با شما به اشتراک بذارم که این مسیر رو با هم ببریم جلو. خب ما تو این کانال میخوایم یاد بگیریم که با هوش مصنوعی یکی از هیجان انگیزترین کارا رو انجام بدیم که اونم تولید محتواست. یعنی در واقع بخوام یه نقشه راهی بگم اینجوریه که در واقع اول یاد میگیریم چجوری با ابزارهای مختلف عکس و کاور حرفه‌ای بسازیم، بعدش وارد مرحله ویدیو ساختن بشیم و با ابزارهایی مثل رانوی، پیکا، سورا و ابزارهای دیگه کار کنیم. بعدش میریم سراغ تولید صدا و دوبله و ساخت پادکست و اینها و در نهایت هم یاد میگیریم که چجوری با ابزارهایی مثل سونو برای کارمون موسیقی بسازیم. حالا این مسیر به چه دردمون میخوره؟ 2 تا چیز خیلی مهم. اول اینکه یه دنیای جدیدی برای خلاقیتمون باز میشه. شاید کارهایی که قبلا نمیتونستیم به سادگی انجام بدیم و الان دیگه بتونیم راحت انجامشون بدیم. دومین چیزی که خیلی مهمه اینه که مهارت پولساز میتونه باشه. کی میدونه؟ شاید بعداً این مهارت تبدیل بشه به یه منبع درآمد جدید برامون. پس بیاین این فرصت رو از دست ندیم و قدم به قدم با هم بریم جلو. برای اینکه قسمت‌های بعدی رو از دست ندین، ازتون میخوام کانال رو سابسکرایب کنین و با هم همراه باشین. حالا میخوام ازتون یه سوالی بپرسم. شما کجای این مسیرین؟ اصلا تا حالا از هوش مصنوعی استفاده کردین؟ برام میخوام تو کامنت ها بنویسین و بگین که بیشتر دوست دارین از کدوم بخش شروع بکنیم. تولید عکس، ویدیو یا صدا؟